السلام علیکم. و علیکم السلام. کیلوی سیب چند است؟ 700 شل. 700. برای شما 650 سون. میشود؟ 500. 10 کیلو برکشید. 550. گفتم کو 500. 10 کیلو برکشید. خاطر شما زور است. کشید. پیچونید. کشید. سلام علیکم. چیگه؟ تنجی است؟ صد شکر تنجی. زندگیت چه خیلی است؟ یاد نه. همین که احوالم وزنی چید ماشین یوری تاجیلی میبرم. همین که خدمت نقص حس کردم ماشین ملیسا. همین خیلی ماشین سواری کرده گشتیم اکا. چه؟ شکایت دارد؟ نه اکا. شکایت ندارم. خیر که شکایت نداشته باشی، انا همین خیلی ماشین سواری کرده گشتن گیر. سلامت باشین، سلامت باشین. سلامت باشین اکا. لیمون گیرید. 10 کیلو. 10 کیلو. نپیچونده دو؟ فهمیدم خوب شده است. فهمیده که باشید باز 10 کیلو نوک. 10 کیلو نوک خوب شده است؟ اون نوک برای چی نپیچوندید؟ پیچونم؟ برادر هر چیزی که میگیرم دانه دانه با کاغذ پیچونده به خلطه اندازید. دیروز از نزد جوی میگذشتم. خیر. بینم سری راهم قورباغه نشسته است. باور میکنید؟ البته باور میکنم. قورباغه به زبان آمد. ای مردی خدا، مرا با خود بگیر، پشیمان نخواهی شد. باور میکنید؟ البته باور میکنم. خیر بعد خانه آمدم. زنم در خانه نیست. به خانه خواب در آمدم و لباس عوض کردن شدم. یک باره آن قورباغه به یک زیبا صنمی پریوش تبدیل یابد می شود. دستانش را به گردنم حلقه کرده سر دادن نمیخواست. چیکار کردنم رو نمیدونستم. باور میکنی؟ نه باور نمیکنم. رفته یگان کس دیگر رو احمق کنید. انا همین خیلی. اما زنم هم مثل تو هیچ باور نکرد. هرچی میفهمانم که این زیبا صنمی که تو میبینی چند لحظه پیش قورباغه بود، نه باور نکرد که نکرد. خیلی چی علاج؟ منه درد سر شده. خوب وجدان من پاک است. خوبه که ها از اینم برکشید. انار 10 کیلو بس. 10 کیلو کاغذ پیش کنم. همش را خوب شده سکه. خوب شده است مایلش. همش را کاغذ پیش کن. ما تیزتر وقتشون را نگیریم. همین قدر فکر میکنم یک چیز هیچ فهمیده نمیتونم. چرا نمیفهمی؟ برای چی فقط ما سربازهای قطاری میداریم؟ خیر چی؟ خدمت در کار باشد میدادیم. چی بدی دارد؟ نه بدی ندارد او، لیکن تو یگان بار دیدی گنرال یا پالکونیک دویده باشد. کو گپ زن دیدی؟ گنرال و پالکونیک ها نباید که دوند. نباید که دوند؟ برای چی؟ اگر پالکونیک و گنرال ها دوند
در زمان آسایشته مردم به حالشان میخندند. در زمان جنگ باشد مردم به واهمه میافتند. فهمیدی؟ چهارمغز چقدر است؟ چهارمغز نغز نیست. میدونید کمتر ترچیندگی اونتر درون سیاه شدگی برای خریدن شما اونقدر ارزنده نیست. باز خودتون میدونید. 10 کیلو برکشید. 10 کیلو 10 کیلو میلشون، لیکن چهارمغز کاغذ پیش نمیکنند. میکنند. فهمیدی؟ Assalom. Assalom. Aka, як чиза пурсам? Чига? Агар ҳами хел гузарон май ягон хавф таҳдид намекунад? اگر یگان خوف میبود ما در اینجا نمیگشتیم. رحمت. ای خیک سبیل ترسمدن. اکا باز 10 کیلو مویز. مویز؟ مویز سیاه. 10 کیلو مویز نیست. چهل نیست. حاضر بود کو؟ حاضر بود اکنون نیست. آره این چی؟ مویز نبوده چی است؟ هست لیکن از آن من نیست. چهل از آن تو نیست. حاضر فروختی کو؟ حاضر فروختم اکنون نمیفروشم. اگر تو زنی من نمیشدی نمیدونم احوالت چی میشد. او درد میکرده جان اکا من به مبالغه گپ زده ایستادم. مادر جان من با محبتتون با محبت جواب کردم. تشکر به فکر تو لبای بله به حیا کی تلفن کرد؟ یک به پدر. بی پدر؟ به حیا. چه میخواهد باید؟ میگوید که من همچون زن مرد رو قناعتمند کرده میتوانم یونی. اوه های تو چی گفتی؟ و خودتون دیدید که گوشک تلفن رو موندم. اگر این دفعه تلفن کند گوی که میتوانم بگذار آید. نه من این طور گفته نمیتوانم. انا بردار اگر همان باشد گوی که بیاید. لبای میتوانم مایل است بیاید خودی حاضر. اگر بیاید چکار میکنیم؟ او به این کار جرأت نمیکند. این خیلی فقط دهان دارند. نمیدونم دلتون رو چخیل یابم. آیا به عشق محبت شما موفق می شده باشم؟ اینش از خودتون وابسته. دیگران در را موفق می شوند. نه خود کیو باشده؟
مرد را قناعتمند کرده میتوانم. من میتوانم. مرحمت دارید. اگر که شما همچون زن مرد را قناعتمند کرده توانید و نامعقول کرده شوهرتان نزد زن من میآید. دانشجویان محترم، من به شما یک سوالی مشکل دهم یا دو سوال آسان. انتخاب کنید. کتاب شما تیاری؟ باش، سوال فهما کلامت بخون. یک سوال دشوار. اوه، جسارت. اگر گوید که آدم انسان در کجا کی پیدا شده است؟ انسان استاد بار اول در تاجیکستان. در تاجیکستان؟ نه. شما این را اثبات کردن میتوانید؟ میبخشید استاد، لیکن این علاقه سوال دوم. یک، دو، سه، چهار. با فکر ما با همین نبیره ما شافیار میشه. از سحر تا بگه همه یک لطه در دستکشو در بنزین تر میکنه، بو میکشه، با پشت خو میره و در همین روحکش همون لطه بنزین میپوشونه و میگه که ماما یک طرفه بیست که با ماشینی من نچقده. تو نازمی درست شکر. چی میشد که این بگاه خوراک شام را همراه میخوردیم؟ بسیار تکلیف خوب استاد. یعنی که شما زید نیستید؟ چرا زید باشم؟ با جان و دل من راضی. بسیار خوب. رسا ساعت 19 ما مهمان شما بشیم. چی خیر؟ ساعت 19 همین بگاه. سلامت باشید. خدا رحمتی پدرم میگفتن که در دنیا 7 نمود 7 رنگ هست. من میگویم که نه، نبیره من 18,000 رنگ اختراع کرده است. همه گلی که وی پرورش کرده است، سحر دیگر خیل، بیگاهی دیگر خیل، اگر هوا ابر بکشد دیگر خیل، هر لحظه رنگش دیگر می شود، یک گلش به گل دیگرش مانند. انا همه خیلی اختراع کرده است. میگه که همه مهنت طلب میکنه که از سحر تا شب در همانجا پاربکای در سرک کیفتش گرفته میبره. بعد وی گلکایی که اختراع کرده است دوگانه کورک میکنه، همه کورک میکنه. تیغ خدا رحمتی باباشه، تیغ همون رشگرشه میبره، همون کورکای چاک 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 میکنه. یک روز رفته تماشا کردم، با همه جایی که چاک کرده از همان جا وی کف میکنه، همون کفککاش در زمین نریزه. گفته یک تا به نوگه که کار جمع میکنه در یک سلفن خلطه به جا میکنه. گفتم بچم اینه چی کار میکنی؟ میگه آچه این من گفتم اینه میخورن؟ میگه نه آچه اینه من به امریکا رایی میکنم، چند بار رایی کنم. یک فوتبال باز بوده است نامش مردانا. همون مرد دانا گفته است که بهترینش همین از آن نبیره من. گفته است که خودم آمده گرفته میبرم.
من باوری دارم که نبیره من اگرنام میشد. خواندن چی در کار؟ زن در عمرش باید چند مرد داشته باشد؟ 5 تا. شوهر، عاشق، رفیق، گینکولوگ و شف. با شوهر هیچ چیز رو نقل نمیکنی و هیچ چیز رو نشان نمیدهی. با عاشق همه چیز رو نشان میدی لیکن هیچ چیز رو نقل نمیکنی. با رفیقت باشد همه چیز رو نقل میکنی لیکن هیچ چیز رو نشان نمیدی. با گینکولوگ البته همه‌اش رو نشان داده و همه‌اش رو نقل میکنی. با شف چی؟ با شف چه خیلی طلب کند. وای خدا عمرش دراز کنه نوسم یک تا ای کیم گجا پل میوه میروه افتیک اشپریس سوزن میاره در خانه درون میدره در محکم میگنه ای خدا دستکشه ای اورنجش میبنده رگای دستیانه قمقه میوره کپ بود خدا عمرش دراز کنه. او یه مقاله کو اول سوزن در خودت بزن که در نیافتی بعد در دیگر رو بزن بیش یا بفهم دکتر میشوه. من فکرم همو اشپریس ها را می جوشانه دارکاش تیار میکنه در سوزن دارو همون دارک ها را میگیره و بدرم و دررم و رگای خستگی بعد دارو را میگذرانه. آه خدا لوکاش اینج میکنه و جنج میکنه و به یاد میشه و خواب میکنه میبینم هم رحمم میآید هم حوثم میکنه. خدا عمرکش دراز کنه دکتر میشه و نه کسل کشم دیگه پیش دکتر نمیرم نوسه کم خدا عمرکش بار دیگه دراز کنه که گرکن من هموه دکتر میشوه غم خلق میخوره بچه غم خلق. اخیر مردان میشی شما؟ بله من. السلام علیکم. و علیکم. شما با کارگر در کار؟ کارگر لازم. خوش. شما چی کار کرده میتوانید؟ میتوانم کوبم. باز چی؟ باز؟ میتوانم نکوبم. دیروز شف برای با کار دیر کردن مرا جزا داد. اما باشم از غلطانش بزینکه هایش رو گرفته همه‌اش رو باز بزنم شکاف کردم. تو چی شد؟ مردانی چیکار؟ تو نگاه کن ها اما و گوها کو بابای درخت پرواز کرده ایستودن. و ها اونجا لولا دارم. شنیدی؟ ها علی و ولی شهر کردن کنی کی خودشو بسیارتر از تیرزه بیرون میبرن. و چه انجام یافت؟ علی بنا خود غلبه کرد. مردانو سلامتی چی خیر؟ با امید نشو.
سربناس سراسیمانش از برای خدا سراسیمانش گوش کن به ارواح خدا رحمتی بیاد قسم که این زنم میشد این زنی منی زنم شما چی شد مردانش؟ ای نپرس بدبختی دیروز رئیس از حد زیاد مرا تعریف اگر مردم احوال تو را بینند گمان میکنند که در این مملکت گرسنگی باشد. راست گفتی. لیکن اگر مردم تو را بینند میفهمند که گرسنگی از دست کیست. خبری خوش شنیدی؟ چه خبر؟ مردانی چه شنوندند؟ تو چه خورسند میکنی؟ و بر وقتتر میبروید مرا تبریک کنید این سرشدار شدم تبریک یانگه چی که؟ یانگه خبر ندارن معلم بحثتن میگد ای بو شرم نمیدونی چخل تو انسان چخل تو استوگن من میگه چی گم شده کارل مارکس و فریدریخ انگلز این زن و شوهر نه این 4 آدم جداگانه چی؟ شما برای چی نمیخندید؟ من پگاه با خواهش خودم از کار میروم. شیخ معاش مرا زیاد کرد چون که من پسرم رو به نام او گذاشتم. از آن من هم زیاد کرد برای اینکه من پسرم رو به فامیل او نگذراندم. شما میدونید که جای خوبی زن و مرد چیست؟ همسایه‌مون خدا رحمتی بابای قادر میگفتن که جای خوبی زن و مرد این به جدول ضرب مانند است. نه با وجود اگر شما اثبات کرده توانید که این که زن شما میشود برای دویتان خانه علاهیده میدهم. اگر شما اثبات کرده توانید که این کس زن من نیست تا قیامت از شما منتدار می شوم. ایستا کپوگرد مرا کی نجات داد؟ این من فرشته نجات بخش تو در کجایی؟ من در کیسه ایستادم. انا دیدی چکل من تو را نجات دادم ها؟ وقت زنگیری هم کجا بودی؟ ها؟ زنی یکومت از چی مرد؟ از خوردن زنبروخ. بیچاره. زنی دویومت از چی مرد؟
از خوردن زنبروغ؟ ای بیچاره. زنی سیومت از چی مرد؟ اصلات خوردنی معینه، لعنتی زنبروغ خوردن نخواست.